مامانم همیشه میگفت از هر کسی اندازه خودش توقع داشته باش. نمیشه از عقرب توقع ماچ و بغل و بوسه داشته باشی. الاغم که جفتک میندازه، سگم یه موقعی دم تکون میده، یه موقعی هم گازت میگیره. گربه هم که تکلیفش مشخصه. حالا هی تو تا آرنج دستتو بذار عسل، بذار دهن اون آدمی که چیزی از انسانیت و مرام و رفاقت سرش نمیشه. معلومه تا آسیب میبینی. توقعتو از آدما بیار پایین، سطح انتظارتو بیار پایین. آدما قرار نیست شبیه اون چیزی که تو فکر میکنی درسته رفتار بکنن. آدما به میزان شخصیت و شعوری که یاد گرفتن رفتار میکنن. و وقتی تو توقعت از آدم‌ها بالا باشه، قصه هات زیادتر میشه. پس توقعتو بیار پایین، قصه هات کمتر میشن، راحت تر زندگی میکنی. یا حق.